بسیاری مسلمان ها را ببین میگه که ما سید هستیم، ما میر هستیم، ما خواجه هستیم. اینها کارساز نیست، اینها اصلا ربطی به اسلام نداره. این عوام فریبی است که نمی بعضی انسان های خبیث به نام پیر فلانی، به نام سید فلانی سالهای سال مردم ما و شما را فریب دادن. به نام اینمی لقب ها و نسب ها دکانداری جور کردن. هنوز هم مسلمان کلمه میخونه و فریب اینها را میخوره. با این لقب های خود ساخته و خود بافته فخر نکنین که ما سید هستیم، آقا هستیم، پیر هستیم، خوجه هستیم. اینا کارساز نیست در اسلام. همهش حرام است، همه شما را به جهنم نزدیک میکنه. نه تنها که شما را نجات نمیده، بر شما کدام کاری کردن نمیتونه، همهش وسیله سبب جهنم رفتن شما میشه. اینمی لقب ها و نسب ها. ما و شما یک لقب و نسب داریم، مسلمان. هو سماکم المسلمین ولا تموتون الا وانتم مسلمون. نمیرید مگر مسلمان. برای شما یک لقب الله داده، او فقط اسلام است. ما مسلمان هستیم، ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، ما در ملت ابراهیم خلیل الله هستیم. این لقب است، این نسب بهترین نسب است. نه ای که ما سید هستیم، خواجه هستیم، آقا هستیم، فلان پیر هستیم، از خانواده فلان پیر هستیم، مثل نمی پیر خودساخته خبیث مشرک به نام پیر سید فلانی گیلانی. نه در کشور خارجی رفت عیش نشاط کرده رئیس، مردم افغانستان صدها و هزاران تر مرید خود ساخته دکانداری جور کرده، پولهایشان جمع میکنه، اونجا لذت برده رئیس. این مردم مرکب ساختگیست، یک بار میآید دستش هم میبوسن، یک بار پایش هم میبوسن به نام از اینکه این سید هست. سید معید اینا چیز کار برای تو کردن نمیتونه. این فریب دادن خود است. در اسلام عزیز اینمی لقب قابل قبول است که من مسلمان هستم، خلاص. رسول الله صلی الله علیه و سلم که بهترین پیغمبر در این زمین است، بهترین اولیاست، برای قوم خود میگه ای قوم قریش، ما برای شما کدام نفع و ضرری رسانده نمیتونم، متوجه باشین. برای کاکای خود، برای عباس از کاکایش که مسلمان شده بود، برای از اون میگه ای کاکا ما برای تو نفع و ضرر رسانده نمیتونم. برای عمه خود، برای صفیه میگه که ما برای تو نفع و ضرر رسانده نمیتونم. برای دختر خود، برای فاطمه خانم علی رضی الله عنه، برای خانم سیدنا علی، برای از اون میگه که ما برای تو نفع رسانده نمیتونم، ضرر رسانده نمیتونم، من مشکلات تو را حل کرده نمیتونم در روز آخرت. متوجه باش. در حالی که دخترش است، فرزندش است، اصلا میگه من برای تو کدام نفع ضرر رسانده نمیتونم. این حدیث صحیح است. اگر مسلمان باشی، به حدیث پیغمبر ایمان داشته باشی، میفهمی که این لقب‌های سید و خواجه و میر و پیر و اینها کارساز نیست. اینا همهش عوام فریبی است که سالها مردم را فریب دادن. به نام پیر فلانی، به نام نسب ما سید است، نماز نمیخونه، صدها فسق و فجور را میکنه، ما بخشیده شده هستیم، چیستیم؟ سید هستیم. لا حول ولا قوة الا. حیران میمونی، حیران میمونی به این مردم. چه وقت بیدار میشیم، فریب کسی را نخوریم. یگانه لقبی که در نزد الله پسندیده است او مسلمان است. الله در قرآن تو را مسلمان نام نهاده. تو میایی برای خود سید انتخاب میکنی، تو میایی برای خود خوجه و میر و پیر انتخاب میکنی. اینها خود فریبی است.